همکار عزیز سلام، صبح بخیر. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خب تولید خوبه ایشالله؟ عالی. خب خدا دیروزم که شنیدم 220 تا زدین، درسته؟ رکورد. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. تمام تلاش من و همکارانم توی این مجموعه و توی کارخانه جانتک این هستش که یک چرخ خیاطی با کیفیت و با دقت بالا تولید بشه. خاطر اینکه کارخونه ما نوپا هست، حدود 1 سالش که هست تازه جا افتاده، خیلی از دوستانی که در شهرستانی متفاوت هستن دوست دارن که از مجموعه ما بازدید بکنن. ما برای آینده کارخونه برنامه داریم که روی چرخ کامپیوتری کار کنیم انشالله و مرحله بعدی بریم دنبال لوازم خانگی دیگه مثل سماور، جارو برقی، ماشین لباسشویی و ما صادرات رو شروع کردیم، از عراق شروع کردیم انشالله که بتونیم به کشور دیگه هم راه پیدا کنیم. ما کارخونه رو برای توسعه برنامه‌ریزی داریم که در محل دیگه یک کارخونه رو تأسیس کنیم، بسازیم و انشالله از اونجا شروع کنیم. چون اینجا واقعا ظرفیتمون کامله. فقط از همه مصرف کننده خارجی خواهش میکنم که به محصول ایرانی اعتماد بکنن و این اعتماد باعث میشه که هم ما دلگرم بشیم و همین که اینجا بر اساس نیروی کار بیشتری بتونیم به کار بگیریم. من و همه همکارانم تو شرکت جانتک تلاشمون بر اینه که یه محصول با کیفیت ایرانی تولید کنیم که مردم بتونن ازش استفاده ببرن. این یه قالب جدیدی است که ما به عنوان پشتوانه ساختیم. جالبه بدونین که قالب چینی که داره تولید میکنه برای اینکه این استمرار تحویل کالا به بازار وجود داشته باشه و این اطمینان وجود داشته باشه، ما میتونم بگم بهترین قالب ساز ایران رو توی دایکست پیدا کردیم و همکاری دارن با ما. قالب فوق‌العاده پیچیده و گران قیمتی رو برای ما ساختن و اینا اومده قسمت اولیه‌اش تست شده که ماشین کاریش بوده و قسمت ثانویه‌اش باید بره داخل خط که ما چک کنیم که با اون به اصطلاح نقشه هایی که اصلی هست کاملا سازگاری داشته باشه. 30 آیتم رو تقریبا ما کنترل میکنیم برای اینکه با استانداردهای جهانی تطبیق بدیم و اون آیتمایی که مورد نظر هست و مهم هست رو باید پاس بکنه از بعد استانداردی. و همطور که نگاه میکنید اینجا ابزار مختلف هست که این ابزارها کاراییاشون هر کدوم یه ویژگی هایی رو کنترل میکنه که این شیب سنج هست، حلال آلفاتیک هستش و انواع پراپ ها
و همطور دستگاهی که برای توان و میزان جریان چرخ رو یک بار قبل از اینکه وارد اتاق رطوبت بشه کنترل می‌کنیم و یک بار بعد از اتاق رطوبت که هم مقدار توان و ولتاژی رو که ما حک کردیم و روی لیبلامون زدیم حتما باید اون تایید شده باشه. اگر موردی مشاهده بشه که با این به اصطلاح مغایرت داشته باشه اون چرخ از رده خارج میشه و آلارمش باید به خط تولید داده بشه تا خط بتونه این ایراد رو ببینه کجای کار هست رفع بکنه. ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای این کارخونه امیدوارم که راه خوبی رو در پیش گرفتن، همین که از کالای ایرانی حمایت بشه و روز به روز موفقیتشون رو از خداوند می‌خوام.